سلام، من آرش هستم و با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم از مجموعه مواردی که قبل از مهاجرت باید اقدام بکنیم. به مورد پنجم میرسیم، برنامه ریزی برای 2 تا 5 سال آینده. چون پروسه مهاجرتی پروسه طولانی مدت هست، من به شما میگم که حداقل شما باید برای 2 سال آیندهتون برنامه ریزی بکنید، چون شما توی این مدت به خیلی مدارک و مستندات ممکن نیاز داشته باشین که آماده کردنش حداقل 1 سال 1.5 سال ممکنه طول بکشه. خیلی از کشورها مدرک آیلتس از شما میخوان. نمیگم بدون آیلتس نمیشه، چرا میشه، ولی من توصیه نمی کنم، چون که شما توی هر کشور دیگه ای که بخواید برید نیاز دارید که زبان بلد باشید و اگر زبان بلد نباشید خیلی به مشکل میخورید و شاید مجبور بشین تو اون کشور تازه آموزش زبان ببینید که اصلا هزینه ها با ایران قابل مقایسه نیست و بین 2000 تا بعضی مواقع تا $5000 شما شاید مجبور بشید هزینه کنید برای آموزش زبان. وقتی شما مدارک آماده میکنید خیلی موارد نیاز هست که مدارک شما سوپر لگالایز بشه. شما ممکنه مجبور بشید چندین بار به سفارت کشور مقصدتون برید و خب اینا همش زمانبر هست و همین باعث میشه که پروسه مهاجرت شما بین 1.5 تا 2 سال حداقل زمان ببره. پس اگر شرکتی یا وکیل به شما گفت که ما زیر 1 سال یا 6 ماه برای شما ویزا میگیریم، مطمئن باشین داره به شما دروغ میگه، چون نمیگم قطعا ولی احتمالش خیلی 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 کم هست. مواظب باشید تو تله همچین افرادی نیفتید و سعی کنید توی مهاجرت دنبال میونبر نباشین. خیلی از افراد رو دیدم که به خاطر این که دنبال میونبر بودن، مثلا طرف سعی کرده که کیس سیاسی یا کیس حالا تغییر دین یا موارد دیگه اقدام بکنه و خب به نتیجه نرسیده. خیلی ها رو دیدم که توی باطلاق کشورهای همسایه مثل ترکیه افتادن و نمیتونن از اونجا بیان بیرون، چون اونجا اقدام کردن برای کیس سیاسی خودشون و یک پروسه بسیار طولانی مدت داره اقدام کردن از طریق کشورهایی مثل ترکیه، چون شما توی اون کشور مقصد نیستید و کار شما توی اولویت نیست. اول اولویت با کسایی هست که توی کشور مقصد هستن. بعد از اینکه اونا کارشون انجام بشه بعداً میان سراغ افراد دیگه‌ای که بیرون از کشور هستن. سعی کنید این کار رو انجام ندید، چون 2 تا چیز بسیار با ارزش توی زندگی شما هست، یکی وقت و یکی پول شما که خب مسلماً باید سعی کنید اونا رو از دست ندید و دچار خیلی از مشکلاتی که بعضی از هموطنان ما شدن نشید. حالا با موارد دیگه تو ویدیوهای بعدی در خدمتون هستیم. روز خوبی داشته باشید.